حتی منی که عاشق اسفناجم تا حالا خورش آلو اسفناج توی خونه نخوردم. هانی غذای آمادش رو تولید کرده با یه بسته‌بندی خیلی جذاب. عکسای روی بسته‌بندی کاملا تداعیگر یه سفره ایرانیه و نمره کامل میگیره واقعا بسته‌بندیش. وزنش 285 گرمه و هسته‌های آلو رو جدا نکردن. 15% گوشت قرمز داره و برای آماده سازی باید 15 دقیقه داخل آب جوش ظرفش رو حرارت بدیم. 222,000 تومان قیمت داره و چون کنسرو 2 سال تاریخ انقضا داره. بعد از جوشوندن همه محتویاتش رو به داخل یک ظرف منتقل کردم. عطر و رنگ بی‌نظیر و درجه 1 داره. از مواد با کیفیتی هم استفاده شده و کاملا واضحه. به نظر من غذاهای هانی یه عطر و یک ویژگی مخصوص دارن که فقط توی این کنسروا میشه پیدا کرد و خیلی خاصه امضای کارشونه. واقعا از همه نظر عالیه. بافت خورش، سبزیش، طعم آلوش، ادویه‌هاش. فقط تنها ایرادی که من میتونم بگیرم اینه که آلو هسته‌دار استفاده کردن که رو بسته‌بندیش هم ذکر کرده بود و بهتر بود که داخل خورش هسته نداشت. طعم اسفناجش و گوشتش هم خوب پخته شده، عالیه. یه ذره کمه ولی خب قابل قبوله. مثل بقیه غذاهای هانی خیلی قابل استفاده و خوشمزه است.